کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان ساکنان و مهمانان کشور را هشدار داد که بر اساس پیشبینی‌های هواشناسان تا 1 ایون سال روان در ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی ولایت ختلان، سوخت، ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای نامساعد و خطر آمدن سیل‌های خرابی‌آور باقی می‌ماند. در این رابطه کمیته ایالت‌های فوق‌العاده به ساکنان توصیه داده است که در چنین روزها به منطقه‌های کوهی برای جمع‌آوری علف ایزام و چهارورانی نروند. هنگام در کوه و دامن کوه‌ها بودن احتیاطکار باشند. از رفتن برای استراحت به ساحل دریاها خودداری نمایند. همچنین با مقصد پیشگیری از پیامدهای آمدن سیل، سیلراه‌ها، کانال و جویبارها را از هر گونه پرتوها تازه نمایند. هشدار نو کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در پی بارشات شدید نیمه اول ماه می است که باعث خراب شدن صدها گکتار زمین کشت و دهها خانه و پول، ستونهای برق و انشاءات دیگر گردید. روز 11 می بر اثر سیل 9 نفر از جمله 3 نفر در دهه چگم نویه شمس‌الدین شاهین، 3 نفر در کولاب و 1 نفری در ایسار کوشانیان و بخش به هلاکت رسیدند.